روزهای اولی پشت چرخ خیاطی نشستم، یک روز سوزن چرخ شکست. سوزنی برداشتم و مشغول تعویض آن شدم. چون کمی کارم عقب بود، این کار رو بدون دقت انجام دادم و خواستم به دوختن ادامه بدم، اما چرخ خیاطی نمیدوخت. با یکی از چرخسازها تماس گرفتم. او خندید و گفت ببین سوزن رو برعکس سوار نکردی؟ اگر سمت حاشیه‌دار سوزن سمت چپ باشد عمل می‌کند و اگر سمت راست باشد چرخ نمی‌دوزد. آن روز برای اولین بار به این مشکل برخورد کردم، اما باعث شد که بفهمم این جهان پر از عظمت با این همه مخلوق بدون نظم و حسابگری به هیچ عنوان قادر به بقای خودش نیست. حتی یک چرخ خیاطی با کوچکترین خلل کار اصلیش را نمیتواند انجام دهد و از دوخت و دوز میماند. پس چطور میتوان گفت که این جهان بدون نظم و خالق و بی هدف به وجود آمده است؟ اما در آخر میخواهیم سوالی را با هم بررسی کنیم، سوالی که شاید ذهن خیلی از افراد را به خودش مشغول کرده باشد. سوال این که چطور می شود با وجود این همه نقش و نگار در عالم و میلیون ها اتفاق ریز و درشت در خلقت، باز عده‌ای نافرمانی می کنند و کافر می شوند و حتی صدای بی خدایی را نشر می دهند؟ چرا آنها با هزینه های چند میلیاردی در سینما هالیوود، شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی تلاش می کنند تا نظریه های شیطانی را گسترش دهند؟ علت این کارشان چیست؟ آیا این کار همان وعده و آرزوی شیطان نیست؟ آیا این رسانه‌های هالیوودی، ماهواره‌ای و فضای مجازی سربازان و همدستان شیطان نیستند؟ رسانه‌هایی که 24 ساعته انواع رذایل اخلاقی، طغیان بشر و هزاران فساد دیگر را به مغز و خانه‌های ما ارسال می‌کنند. حالا وظیفه ما نسبت به خودمان، خانواده‌مان و جامعه‌مان در مقابل این خطرات چیست؟ از شما می‌خواهیم که در قسمت کامنت ها نظر خودتون رو نسبت به این موضوع بیان کنید تا انشاءالله بتوانیم در آگاه کردن سایر عزیزان نقش داشته باشیم. جزاکم الله خیر. التماس دعا.